دقت کنیم که ابلیس جزو فرشتگان نبود. فرشتگان از نور آفریده شدن، ابلیس از آتش هست و آدم هم از خاک. این چیزی که قرآن میفرماید. فرشتگان، ابلیس، آدم. حالا ابلیس در درگاه خدا جز مقربین بوده، عبادت میکرده، اما از فرشتگان نبوده. چه زمانی حقیقت ابلیس برای همه مشخص شد؟ اون زمانی که دستوری صادر شد که خلاف میل و طبع او نبود، خوشش نیومد، نافرمانی کرد. شیطان یا ابلیس از خدا خواست که بهش یک مهلتی بده. گفت که انظرنی الی یوم یبعثون، تا زمانی که برانگیخته میشن. خداوند فرمودن که بهت مهلت میدیم، اما نه اون گونه که تو میخوایی، نه تا زمانی که اصلا تو نمیری. چون ابلیس میخواست که اصلا مرگ بهش دست ندهد و تا زمانی که قیامت برپا میشه زنده باشه. یوم یبعثون گفت، تا روزی که برانگیخته میشن. خداوند بهش مهلت دادن، اما نه تا روز قیامت که تا نفخه دوم هم زنده باشه، مردم از قبرها به حساب زنده میشن، اون هم زنده باشه. نه. خب خداوند بهش این مهلت داد. ابلیس وقتی که مطمئن شد که خداوند بهش مهلت داده، اعلان جنگ کرد با آدم و فرزندان آدم و خداوند را متهم کرد. گفت که توی خدای من سبب گمراهی من شدی. و این خواهیم دید که یکی از راه‌های دامهای ابلیس در گمراه کردن انسان هاست که گناه میکنیم، بعد خدا را متهم میکنیم که ما را وادار کرده. نماز نمیخونیم، بعد میگیم که خب خدا ما را هدایت نداده. 100 خلاف انجام میدیم، میگیم خب خدا نخواسته. هرچی مقدر باشه. این چیزی که شیطان گفت و توجیه اون نافرمانیشو کرد، مستحق لعنت شد، بعد میاد خدا را متهم میکنه به این که خدا تو سبب گمراهی من شدی. این یکیش. بعد گفت که حالا به خاطر این که منو گمراه کردی، منم تلافی میکنم. این کسی که سبب این شد که من از مقام و منزلتم بیرون بشم، از دست بدم، کاری میکنم که اینها شاکر تو نباشن، بنده تو نباشن. همین هایی که به خاطر اینها من الان طرد شدم، کاری میکنم که چه بلای سرشون نیارم، چگونه را گمراه میکنم. گفت که از هر طرف بهش حمله میکنم. اعلان کرد که من خسته نمیشم، از هر دری، از هر راهی، هر وسیله استفاده میکنم برای گمراه کردنشون. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بر راه مستقیم تو میشینم، راه راست تو میشینم. چون راهی که به سوی خدا می راه مستقیم هست. اما چه کار میکنم؟ از هر طرف بهشون حمله میکنم، از جلو، از پشت سر، از چپ، از راست، از هر طرف من حمله میکنم بهشون. از راست نشد از چپ، از جلو نشد از پشت حمله میکنم. هر طور شده من میخوام اینها را از راه تو باز دارم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، بیشترش هم شاکر نخواهند بود. نکن ابلیس الان گناه کرده، برای گناه خودش هم یک توجیه آورده و بعد خدا را متهم کرده و بعد داره اعلان جنگ با خدا هم میکنه که من این انسانی که آفریدی چه کاری باش نمیکنم. خداوند هم فرمود که اذهب، برو. اما اگر این انسان عقل بهش دادم، شعور دادم، با این مزیتی که و برتری که من بهش دادم، اگه از تو پیروی کنن، خب دیگه خودشون انتخاب کردن. فمن تبعک منهم فإن جهنم جزاؤکم جزاء موفورا. جهنم جاتون هست، پاداش کامل شما این خواهد بود، جهنم. و بعد هم فرمودن که هر راهی خواستی استفاده کن، با آنها در اموالشون، در اولادشون شریک شون،
پیاده سواره به اونها حمله کن، هر کاری میخوای بکن، به اونها وعده بده. وعده هم که تو میدی جز غرور هیچی نیست. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعده هم که شیطان میده غرور هست، فریب هست، چیزی نیست، سراب هست، تحقق پیدا نمیکنه. این معنی غرور هست. چیزی که قابل تحقق پیدا نکردن هست، تحقق پیدا نمیکنه، بهش میگن غرور. و بعد هم میگن که اما اونهایی که بندگان من هستن تو برشون سلطانی نداری، قدرتی بر اونها نداری. فریب وسوسه های تو نمیخورن، فریب این وعده های پوشالی و سرابی تو رو نمیخورند. خب پس بر این اساس تا اینجا متوجه شدیم که هدف شیطان چیزی جز گمراه کردن انسان نیست و اینکه اونها را به جهنم ببرد. همونطور که خداوند می‌فرماند که انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان گروه خودش، پیروان خودش رو فرا میخونه که اونها را جهنمی کنه. لیکونوا من اصحاب السعیر، تا اینکه جهنمی باشن. و یه که و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. شیطان میخواد اونها را در یک گمراهی دوری بندازه، اینقدر اونها را از خدا، از نور، از راه مستقیم دور کنه که بعیدن، خیلی دور، خیلی دور، که وقتی میخواد برگرده نمیدونه چطوری برگرده. میخواد، اما اینقدر اونو در گمراهی انداخته، اینقدر اونو غرق در گناه کرده که نمیدونه راه کجاست، به کجا بیاد، کدام راه بپیماید. بدین خاطر اینقدر سرگردان میشن خیلی ها و به حق نمیرسن، چرا که شیطان اونها رو واقعا گمراه کرده. دل اونهایی که این سعادت نصیبشون بشه، توفیق خدا نصیبشون بشه که عمر بهشون این اجازه رو بده که بیان به طرف اسلام، بعد از این همه دنبال حقی که بودن دونستن که در چه گمراهی هستن، این مسافت میخوان طی کنن. امکان داره شیطان اونها رو از بت پرستی میاره به مسیحیت، از مسیحیت میبره به یهودیت، از یهودیت میبره به فلان چیز، به فلان به فلان فلان. امکان داره عمرش کفاف نده، از یک گمراهی به یک گمراهی، از گمراهی دیگه، از یک چاه به چاه دیگه، تا وقتی باید به راه امکان داره عمرش کفاف نده. این ضلال بعید هست، نقشه شیطان هست. حالا این گفتگوی بین خدا و ابلیس بود. ابلیس بعد از این اعلان جنگش و گفت که من گمراهشون میکنم، خداوند به آدم فرمود که ای آدم، این حالا دشمن توست، این هذا، این دشمن توست، عدو لک ولزوجک، این دشمن شماست. فهمیدی، دیدی که در برابر تو سجده نکرد، چی گفت، چه تهدیدی کرد، میخواد تو همسرت گمراه کنه. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، شما را از این بهشت بیرون نکنه که دچار شقاوت میشید. اما شیطان از همونجا، چون دیگه اعلان جنگشو کرده بود، ننشست، اعلان کرده بود که در هر زمان و هر مکانی، چون خواست که تا روز قیامت بهش مهلت داده بشه، بهش مهلت داده شد تا زمانی که در نفخه اولی در سور دمیده میشه و همه از بین میرن، این هم از بین میره. این مهلتی که زمانی بهش داده شد. مکانی هم که دیگه از هر جایی حمله میکنه. اولین کسی که باید گمراهش کنه آدم هست که این سبب، به قول خودش میگه این سبب گمراهی من شده، من باید اینو گمراهش کنم. شروع کرد به وسوسه به آدم. حالا وسوسهش ما نمیدونیم چطوری است، اما آثارش ما میبینیم چطوری وسوسه میکنه. ما همه دچار وسوسه میشیم، مرتکب اشتباه میشیم با وسوسه شیطان. چطوری وسوسه میکنه نمیدونیم. اما یه فرقی فقط بگم بین وسوسه شیطان و اون چیزی که از خود انسان، نفس انسان هست. شیطان میخواد که تو رو به هر نحوی شده گمراه کنه، هر گناهی. ولی نفس انسان مثلا گرایش داره به فلان چیز، فقط میخواد این کار رو انجام بده. این کاری که خلاف شرع هم هست فقط اینو دوست داره انجام بده. اما شیطان هر گناهی، گفتیم که روانشناس خوبی است، درجه 1 استاد روانشناسی است، خوب انسانو میشناسه،
چرا که در حدیث هم هست، میگه که وقتی که آدم در همون مجسمش بود، هنوز درش رو دمیده نشده بود، شیطان میگه گفت که وقتی دید که انسان تو خالی است، گفت که هذا خلق لا یتمالک، این خودش نمیتونه کنترل کنه، سود فریب میخوره.